گفته که به مای نو میایم جان محبوب، آی به دل دارم که تو ما بیایم پس بگیرم. یاره آدم هم خونه خسور خواهم نه آیه خیر از این که تاشم یا به سخت شیلیا بری یا گواه خسور خود جمع کنی یا بری یک سره کفسول و پیکنیک به خوشی خدا خوشی خود گاش کنی. دیلا علف بیاوزی علف بیار بردو گو بنا بغل علفی هم بدره برو ببر به سرا که خاطر مامان برم به عروسی. عروسی؟ ما خبر کردم به عروسی. خب میفهم کاکا خسور خوشی من گفتن که تو هم چیز کند تو هم خود کاکا خسور خب برو نگاه که به تو چی میگم؟ چی میگه؟ برو به سرا برو. اول کمر یک خبر کردن کاکا جو دیوم ازی تو سرکله تو نه به عروسی نمیخورد. کاکا خسور یک چیزی به شما بگم دق نمیشیم؟ نه چرا دق شو؟ خب اگه مثلا خوشی تو دارم دق نمیشم. خب دق نمیشون دیگه چرا قسم میدی؟ اصلا شما کاکا خسور به گل روی من نباشه شما رو به قولون خیرات خبر میکنم. من خبر نمیکنم. چکار فتور بازم اینجی؟ هیچی اغرب کن. نه بابا شما رو اغرب بکنه. خب چه زمان چون پشه خب داشتی دیگه ما خودتو گب میزنم بابا گب میزنی من پوسکا پشا پوسکا تو هم پشی گویه پشی گویه گو پشه ندارم مگس داره اما مگسا بوده یکی با پاتو بشی نگاه کو گو مولای آلی علاف بدی من گفت اگه امرو دیگه دومرو تو هم خود خسور خود برو. بابا جان اون جگه بعد به من اسم شاگل خانه اسم شما شاگل خانه؟ بعد میگم میره کجا پیدا کرده اسم من گله خانه. خب دومات شاگل خان. گله خان و شاگل خان سر کنی به هم برار یا نه؟ خب صبر کو که خودتو گب میزنم. کاکا بگیریم امزلنگی چه بلی بگیریم یکی بهم کفامه بزنی. آخی واخی اوپا خورم بیا بابا استاده که کاکا خسور اوپا خورم بیا که بله بگی دیگه یار مامانیه. بریم گوش کش که همین کارا رو بکنی خب بریم با نری خوشی میرم من خود شما بیاین از این بعد درخت قبل بینیشیم بعد بیاین. ای بابا من هسته که میگم من میرم. نه یا با دنبال می بله نه یا با دنبال می گوشه من اگه گفته که گوش نمیمونی گوشی نمیمونی بفسران نون نیه که بخوری تو اینا شاید نون سیر بخورن نون دق بخورن. بابا جان ابروان نبر نه یا برو بفسرا یک چیز پیدا میشه بخوری تا حال گوش نموندی که حال امرو گوش نبمونی. خود چرا من با شما چی کار دارم که برم؟ بابا جان تو تومون خسای کو پیرن خسای کو این دستمال پیشتر خسای کو کمربند خسای کو آخه بعد ابرو تو میبری اسکات خود بدیم به من. چرا اسکات خود من شونه لیست برم با میری صفحه من به میری صفحه شونه لیست نرم. نگاه کو گیلا دفعه دیوم اگر تو با دنبال خودیدم نه تو هموق زن میزنم که مگه استرام مارم فراموش کنی ایت رو به سر بری. من باید به صد خونیم شاید من شما نمیگذار بزنم که عروسی فراموش کنی. یعنی تو از خود کلانتری میزنی؟ اصول خود میزنی؟ نه من بد بکنم بعد دیگه شما بزی گوشی سر بشینی من بزی گوشه برو دیگه نه یای به دنبال نه کاکا خسور سکنی شما بزی گوشی سر بشینی من بزی گوشه اصلا به مردم میگم اینا خسور منیه. بابا جان همین مردم هم میشناسه که گیلک دوما شاگل خانه دیگه خان نمیگی گوشنگی موشا خونه شما دومرو میره تحصیلی از شما بپرسه. آره من به نظر تو نمیام به نظر مردم میایم. من میرم پیش خلیفه آشپز چیز میشینم زب دیگه به دنبال من نیایی به گپ بفهمیدی یا نه؟ هر چی که بزی میگی یکی گپ به گوش از کار نمیره. خدا میته بیام نیه یک چشم خسور ما برای قشتن یکی بخنده
مال از این بغل میرم، از این بغل میرم خونه پیشون سلامت میشه. درد میکنه. برفتی کاکا خصوص چی رقمه میام حالا درخته باشه اینجور اسکین اینجا هم میکنه. سلام علیکم ما شاگل مونده نباشیم. خوب خیریات بخیریم. چی گپای؟ بخیر هستیم. کجا بخیر؟ همین تو ما این بریم بخیر بررسی. وزیر قلعه بالا. خوبه. خوبه دیگه شما که عروسی میریم ما که خدا امروز کاروبار هست که اگر فارغ باشیم خور بخورم. خب چکار کنین دیگه همسایه ما به جان یک ریش سفید حساب میکنم مگر بریم همینطور که چیز میکنیم بریم من بررسی هایی. ما شاگل چرا بریم پیرزال خونه بودیم یک چاده نمازی با سرخو کنه که لاف به تا سرخو انداخته. دال من نیه بابا. اینه ای لاف به تا سرخو کرده. میکنم چیه؟ حالا کجا میریم این تا این لافت به دور خود کردیم؟ ایسته چی کار داریم ناجور میشیم آخی گرمه تموس این لافت آدم حیزه میکنه چادی نماز به دور خود کو آخی تو ناجور میکنه بابا جان من هر کس هستم مثلا گل خانم هر کسی به خود کنه خانم بابا خب ما به تو گفتم اختیار خود داری ناجور شی هر کاری بشی به پا خود کنه دیر شدیم بخیر یار سخت 420 بدین کاکا خسرو اخکل 420 بدین تا به اینجا که نقضی شده من یک پل دیگه مندقله سبب که اینجا که پرته بیدم میام اگه من نون امروز نخوردم کاکا خسرو من گیلگ نمیگم دوله سیاه میگم نه ای دیگه جا به سر تو بغت ای دیگه توی به تا جو سرخو بگذاری آن یک کوخ کلاخ تو رو به میجی میکنه کجی بله وقتی که همه رختا خود تو خاکمال کردی بروی زمین کلتی دی وقتی رابر این که مونده علا کن خب مونده ای وقتی با بالا بغل تا اگر دم همیت او بیایی بزر پاتو می وقتی اینجا خیلی شدنه وقتی تو سیکو که رختا خود تو چکار بکردی وقتی باز تو چرا به تا جو سرخو گدیشتی خانه به می بالا سرخو میخدیشتی سایه هم بوده نیلولو گردانم اول همین جگه خیلی بیرون کم پرمم تو نکده بیرون 4 بجه صبح بیامدم او دیری ریشتم سرمی زمین شلی آنه مونده شدم خیلی همین جگه سرخو بلا کم پرم خو بخدشتم کمپال من ندیدی داره نیلولا کمپاله با کجا بوده بابا تو اونه بروی زمین خوش قلتیده تو میگی کمپاله اشته کمپاله بوده اما بند باشه این جگه کمپال ما تو کرده بی سر من بروی قدشته بی نمیفهم اشته شو به تجونو اشته کمپاله بوده همیت کمپال کونگاه که همیت رنگ خاکستری ریشته او کمپال کونه بوده بابا امال ماما شاگل به جلوی ما خودگاه زنکه که هم به دنبال بوده اگه می کمپال به تا ساری بوده تیر شده پیش ما و ماما شاگل برفتک هیچ یاونی هم نکرد
ماما شاگل هم به دنبال برم نفهمیدم چه کاره بودک. همون کمپل شاید از تو بوده باشه میگم. بیشتر رنگ دی. همین تا خاکستری رنگی بوده. گردنم من همین حالا نیرولا. کی بوده سری؟ ایچاری این خالگاگی پیرزارک چرا ور داره کمپل تو؟ پیرزارکی بود. چای نکردم تحویل دیگه هرچی همین طرح خود بگیری گفت ماما شاگل. بیشتر وردیشته که ما آگاه و اطلاع نشدم کمپل از پا نیرو کرده برده. تو از کی بیامدی که تو آگاه نشدی؟ من میگم تحریک بود 4 بجه صبح بود. من بیامدم سر همین زمینار آخه داری داری. این زمینار ما کی داری کنه کی اوشو گوش کنه. ماما شاگل لالا به خالی بالا میرفتک به عروسی از پیش ما یک زنکه که تیر شد کمپل کنی هم به تاثری بود. من با ماما شاگل گفتم چادر نماز ندیشه زن تو که به سر خو میکرده کی لافته به کمپل به تاثر خو کرده. از پاجل به خیر خوشی بود خودی خاله که تو به چادر به کمپل من مونده بودی امور میگم از پا خو میکردن سر خو میرشتم به خیر خوشی آخوندم چی حالا کمپل از تو بوده دیگه ها؟ گردن بابا همین که شما نشونی های دادیم همون از میبینیم براجو کمپل خاکستری بود کونی بود کمپل بلندی بود من ماما شاگل که خودی مگه بزد یا پیش من بیام تیر شد برم این که برم ماما شاگل هم بالی صدا کرد استاد نشد همین تا برم هرچی دقت برم تا که من حرکت کردم بیامدم انال من نفهمیدم که پیرزالی بود جوونی بود دیگه منتها لاف همین تا پیچونده بود دوری معلوم نمیشد کجی جو مثل که تو به اینجا غلطیده بودی غل زدی بفتدی به تاجو او طور ندیده کمپل تو رانور داشته برفته همولا کمان سر وقته تو همول حرکت کو برو شاید دور ببینی تو که کمپل تو رانور داشته خودی خوب برده عجیب آدمای پیدا میشه طالب ده مایی تا کارا نبوده حالا انا با کمپلا رو هم میجونم تو سیکو این قلب داده به نقطه به تاجو کمپل رو داشته برفته کی بودم این زن من نفهمیدم کی خواباشه میگی یارا ایلا کجا بخیر؟ بدیدم تو همطور بدیدم بدیدم با پیش خسون مسیشته نبیدی ما بدیدم میگو هر لقمه نونه که تو میخوردی انگار گوشتا جون خسور خود میخوردی چره؟ بس اکثر دست کنی تو این که لبا خود میجود دست خود میجود خوشی مگو تا برو که امرو دیگه ما دوبروه برو خود خسور خود برو با خسور میگه نه قیافه تو رو میخوره بریسی خلیفه رقیف ما بیری شو کی به کجا میری؟ میرم تادگی بیارم با تازی؟ خلیفه رقیف ما بیری شو خلیفه آشپز رقیف ما بیری شو خسور تو به گرما خوب تازی او میده نه این لگان رخشیه خود تو با لگان رخشوی کی با تازگی آورده؟ تادگیه تو همین امرو بیخبر به عروسی رفتی وقت خودی ما آشپز رفتی ببینیش آیا عروسی دیگه براتون ظرفای شیشتیدون پارسالکا به خدای مردم تو رو میشناسم از تو استفاده میکنم پارسالکا گفتک برو که گیلک گفتک کجا بیده گفتم اینجا من بیام خود خسرو خود عروسی خود تو که گفتک برو به خود ظرفی بیار که چیزه همطور که به عروسی خبر نکرده بودم تو چرا خوشوتو میگو برو به عروسی برو خود خسرو دیگ دوموری بود امرو دیگ دوموری بود چی نداشته وای 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 خوشو من میگه تا سر ما چپ شی برو دو ما جو شاید خوشوت هم به سرا زنانه رفته نه یک فیلم به سر خسرو خو بزی نکردم یک فیلم بزی کردم برفتم به تارا کمپل کنی بیافتم فهمیدی کمپل کنی بیافتم تا سر خو کردم پیش تیر شدم بوی نبوده خودم نیلی لاک اختلال بیا ما جلو خسرو چاق نه دید که بگی لاکم گیلاگ اول کوین به زور غلط کرای نمیکنه که خودی تا دیگه گو پر میکنم خودی تاش رخشویی تو بری فرقونی هم بیا فرقون نبود تو با خوشو خو حداقل یک کاسی یک چیز میزرد میستوندی نه همین خوبه این میرم پر تادگی میکنم یا کلون واسطه خصه یارو به شما نه بابا تازه تادگی بخورم ور افتاده ببینی شو بیخی بی اگر چی ظرفای شیشتم میفهم همین دایی هم بدم وای 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 هر که تو میشناسه تو استفاده نکنه